بگیریم بخوابیم. نه از این بریم سراغ ادامش. تو بذار اسلپ و اینم ببریم. بذار خود کرافتین تیبل رو بکنم. از کرافتین تیبل سنگ چوبم بده، آیرونم بده، اینم بده. یه خیلی چیزی لازم نداره. 11 تا غذامونم بده. تو برو بالا. این 11 تا فعلا بیاد پایین. بریم بسازیمش. احتمالا چون این ویدیو خیلی طولانی میشه 2 پارتش کنم، یعنی واسه قسمت بعدی ماینکرافت هاردکور ادامه فارم آیرون رو برم. ببینیم تو این ویدیو تا چقدری طول میکشه، تا کجا میتونیم پیش بریم. از این بخوام مشعلم میخوایم، تورچم میخوایم. فعلا اینا رو بکنم. خب 3 تا تخت میخوایم. اینه این چه میپری یه دونه میذاری، یه دونه هم اینجا، یه دونه هم اینجا. حالا کرافتین تیبل رو بده. اسلپ میسازیم. 6 تا اسلپ هم بده. میشونیم یکی این ور یکی این ور. حالا بلاک رو میگیریم، یکی اینجا یکی هم اینجا. حالا باش فکر کنم ترپ دور باید بسازیم. ترپ دور کو؟ ترپ دورم بده. فقط 18 تا ساختیم. کل چوبمون رو دادیم واسه ترپ دور. هوا هم بارونی شد. مرسی. کل چوبمون رو دادیم واسه ترپ دور. وقتی حواست نیست شیفت میگیری همین میشه دیگه. اینم بکن، اینم بکن. بعد اینجا رو مشعل بزنیم که فعلا مشعل نداریم، ولی بعد از اینجا یه راه درست کنیم بریم بالا که بتونه زامبی بیاد. به به. بیلمون هم شکست. این یکی بیل بده. خیلی تاریکه، من خودم هم هیچی نمیبینم. این از این، اینم از این. نری توش، مواظب باش. چرا یه بلاک میذاریم اینجا رو یه ترپ دور، اینجا رو هم یه ترپ دور. هوا هم به شدت بارونی. کم اولین روز هست که تو این مپ هاردکور بارون میاد. بارونش هم شدید. من نمیدونم ولی خیلی قبلا شنیده بودم که یکی از پلیرهای ماینکرافت گفته بود اگه هنگام راه رفتن یا دویدن یه مابی یه دمج عادی بدید از جونتون کم نمیشه. من نمیدونم این واقعا دقیقه فیکه یا چیه رو نمیدونم. آیرون هم که البته داریم. چوب میخوایم. چوب ببینیم شب نیست که بگیریم بخوابیم. نه این یکم چوب بکنیم. چوب اونور. اوه دوباره یه آیرون گله. این آیرون گله. اوه دوتا آیرون گله. یکی دمیجش کمتره رو بگیریم بذاریم. کشش رفت پایین. کجا رفت؟ شب من اشتباه دید. اون یکی کو؟ سقف این خونه بود. شب من اشتباه دیدم. چجوری اونو من اشتباه دیدم؟ یعنی من اینو به جای آیرون گولم دیدم؟ باورم نمیشه. این یکی بذارید ببینم درست دیدم یا این یکی کم اشتباه دیدم. نه این یکی دیگه واقعا درست.
کم دیگه داره شب میشه، بگیریم بخوابیم. بگیریم بخوابیم. هنوز شب نشده. چوب میخواستم، چوب یادم رفت بزنیم. بریم چوب بزنیم. ویلیجش خیلی پستی و بلندی داره. نمیدونم پستی و بلندی درست گفتم یا نه، ولی خیلی بالا پایین داره. ولی اون یکی ویلیج قشنگ صافه، به درد خیلی از فارما میخوره. یه جای صاف. اینا از این چی بس بذار از اینا بکنیم. بکن چقدرم تاریکه، بارونم میاد، هیچی دیده نمیشه. خب بکن اینا را. چه درختش بلنده. آها بذاریم چند تا شد. 19 تا رو بذاریم اینجا. خب یه استک در برد. کم دیگه واقعا شب شد. بریم بخوابیم. که ادامه اون آیرون فارمر هم بسازیم. یا علی بزنیم کسی خوابیده. هنوز شب نشده. یه دونه سیب هم بره اینجا. این بیل هم بده من. بیل خیلی بدارم. تورچ هم میخوایم. تورچ هم بگیریم یه چند تا بسازیم. از اینجا یه تورچ بسازیم. کرافتینگ تیبل رو بده. تورچ کو؟ تورچ همین 20 بس. من این دستم همیشه تورچ باشه. همیشه خدا این دستم تورچ بود هیچ وقت. اینم حالا میذاریم اینجا. شاید یه روزی به دردمون خورد. اگه بخوای بمیری با همین البته شیلد خیلی تاثیر داره، خیلی جا نجاتت میده، ولی بازم اگه یک کریپر از پشت بیاد بازم میمیری. چرا شب نمیشه پس؟ بگیر بخواب که فردا کار داریم. هم به هیچ دردی نمیخورد. دردها خواب درد تزیینی. اصلا تزیین هیچ به هیچ درد. او اینا تو چرا رفتی این تو؟ چرا رفتی؟ اینو گذاشتم بغل این رفته اون تو. حواسم نبود. تو چرا رفتی باشی اون تو آخه؟ چقدر گاوا بزرگ شدن. تو بیا بیرون. تو چرا رفتی اون تو؟ من خب باید بذارم بکشمت که. هنوز شب نشده بابا. بگیریم بخواه. تو چی میفروشی با ما؟ تو لیول اپ نشدی؟ این که پشمه اصلا خوب نیست. یکی اینو باید ببریم. آقای جامپر رو که همینطوری داره میپره. اونم که اون توی که هیچی. اونم باید میبردیم. اوی دوباره داشتم اینو اشتباه میدادم. فکرم این آیرون گولم. یکم تو رو باید ببریم. بدبختی ویلیجر ها تناب نمیشه زد. اگه تناب میشد بزنی خیلی خوب. درجه میزدی و لکی تایممون داره میره. آرمورامون هم یکم دمیجن. دیگه فول آیرون شدیم. انشالله در آینده بریم واسه فول دایموند و فول ندرایت. شب چرا نمیشه؟
شب شد تو رو قرآن، این بارون بند بیاد ما راحت شیم. جمایرون مشعل است که این شب شد، یعنی تو میخوای بخوابی؟ یعنی آخه چی بود که من زدم؟ چت پاک کنیم. خب آخه صدا بارون رفت، راحت شدیم، سرمون درد گرفت. بریم اینم بسازیم تا یه جایشو، بقیهشو بذاریم واسه پارت بعد. اوی همه جایی که همینطوری میخوریم و اینجا. خب باید یادم نی کجاش با مشعل میذاشتی. اینجا خب همون یه دونه بس بود. بقیهشو بده تو دست ما. خب همینجا بذاریم بغل، فکر کنم اوکیه. این پایینم لازم داره بذاریم یا نه؟ توی راپله هم باید بذاریم. همینجا تری بیاد. اینجا یه دونه چیز میخواد، حواستون که باید باشه. اینجا یه دونه قایق میخواد، اینا رو بگیریم. هفته اینجا یه دونه قایق یه دونه هم قایق. تمام. خب میگیری اینجا، بری یه دونه میزنی. خیلی هم عالی. خودمون الان اینجا گیر کردیم، ولی میکنیم و میریم بالا. این تا اینجا تقریبا دیگه تمومه. حالا مونده 3 تا ویلیجر رو بیاریم بندازیم این تو، که بدبختی ما هم دقیقا همینه، آوردن 3 تا ویلیجر. حالا نمیدونم اگه بخوایم با آیرونامون که تعدادشون هم خیلی نیست ریل بزنیم، نمیدونم میرسه یا نه. فکر نکنم برسه، چون خیلی ریل میخواد. از اینجا هولشون بدیم برن اونجا. و چیزم نمیشه. بهترین راهش فکرم همون ریل زدنه. هم که روش که نبود اینو کندم. سیدشو بدم. خب همین شکلی افتاد فکر کنم. یه دونه کامپوستر هم باید، اگه اشتباه نکنم اسمشو نمیدونم اسمش چی بود، ولی بعد یه دونه از اونم بسازیم. اضافه اسلب بسازیم. این 6 تا اسلب که من این اسلبه هم بیشتر میخواد. آره کامپوستر بود اسمش. بده دیگه. اینو یه کامپوستر رو کامپوستر هم میذاریم این بغل که سیدا اضافی رو بندازیم توش. تو وایسه تو رو سریع بکنم تو چیز. یه دونه چیز بده ما بدو و خودمون بسازیم. اینو برده بده. 1 2 اینم 3. این قبول کرد جوابشو. از من بکنم نمیخواد جا، بیکار باشه داشت. خب
بیا یه سوار این بشو. چی داری میری؟ آقا جاب نمیخواد قبول کنی. شانس ما جاب قبول میکنه. سوار این بشو ببینم. بیا. وای شوش. آها. خب این از این. نه همینطوری ببریم تا اونجا. یا علی. آها این از اولیش که تقریبا داره با موفقیت جلو میره. برو همینطوری برو جلوشم رو خالی کنیم. اینجا یه دونه ریل لازم بود. هول میدادی باش میرفت بالا. سوار قایقم هستیم سرعتمون خیلی کندتر شده. 3 تا ویلیجرها رو بیاریم دیگه تمومه. خب این از اولی. چی رو پیاده میشود؟ آها فقط من نمیدونم این چرا نصف بدنشه ولی ماجیک. و بقیه شون رو به همین صورت بیاریم بندازیم بره. این یکی خدا رو شکر خیلی خوب اومد. تا بقیه شون هم به همین صورت بیان دیگه چیزی نمیخواد. خب 2 تا دیگه هم لازم داریم. اینو بذار بریم نمیشه از اونجا بکشیمش بیرون. نمیه از اینجا بیرون مثلا. برو سوار این شو چونه من. بیا شما فشارش بدید بیاد اینجا. نمیاد بعد دیگه رو این الان میومد اون تو نمیرفت. خیلی خوب بود. یعنی اینکه گاوداریه رو یه لحظه خراب کنیم برم که ویلیجر رو همه کاری. جابشون کجاست؟ جابشون رو خراب کنم مثلا. نمیم شغلشون کجاست؟ همهشون هم یه دونه شغل دارم باورم نمیشه. پایین ماینا کسی نیست. احساس بودم تعداد ویلیجرشون خیلی کم. آی آها اینه. من اینا رو بزنم بعدا بهتون میدم. انشالله که جابتون پریده باشه. نه هنوز جاب دارم باورم نمیشه. البته با جابم باشن نمیدونم تأثیری داره یا نه. فکرم باید بدون جاب باشن. از اینجا چجوری من حالا ویلیجر رو ببرم اون بر؟ مثلا ویلیجری نیست. باید تعدادشون رو زیاد کنم. بعد همینطوری تخت بذارم یه تخت دیگه بسازم. همون اول فارم ویلیجر رو درست میکردم. الان هم میتونم درست کنم البته. الان دیگه ویدیو خیلی طولانی شده. احتمالا اگه تا سری بعدی تعدادشون زیاد نشده بود فارمش هم درست میکنیم و
از این بذاریم اینجا، انشالله که زیاد بشید. تا همینجا ویدیو به نظرم بسه، چون داره شبم میشه. دمتون گرم که تا اینجا نگاه کردید. لایک و ساب فراموشتون نشه. تا پارت بعدی، فعلا خداحافظ.